یاد چو از قدیر خم منقض بیعت کنم، به اولی و دومی همیشه لعنت کنم. بدین عمل یقین که از علی حمایت کنم، این بود از فروع دین شیعه اثنا عشر. بگو با آراد جلیل چون که اساس دین ما محبت و کین بود، کینه ما به او به مقتضای آیین بود. خدا چنین گفته که او مخالف دین بود، جان خودت لعنت حق سزای بیدین بود. وای بر آن کسی که شد ز دین حق بی خبر. بگو